شاید با دیدن این شینیو فکر کنی خیلی مدل پیچیده و زمان بریه، ولی بیا بهت یاد بدم کمتر از 10 دقیقه برای مجتهد اجرا کنی. به پارت یک از 10 تا شینیون 10 دقیقه‌ای با من خوش اومدی. مرحله اول برای جلوی مو 2 تا تیکه مربعی با همین حجمی که می‌بینین انتخاب کردم و با اتو کلی کردم. برای زیرساز کل مو از موس مو استفاده کردم. موس مو رو روی موهاش بریز کردم و با باد سشوار خشک کردم. از اونجایی که شینیونمون بیس پایین داره، یه دسته به حجم یک کف دست از پشت موهاش جدا کردم، با کش ماکارونی بستم. دسته بالایی یا صدفی رو به حالت زیگزاگ به 4 قسمت تقسیم کردم. بهتره دسته های میانی از دسته های کنار سرش حجیم تر باشه. این مرحله هر دسته رو به صورت جداگونه با تیجی وسکی کردم، شونه کشی انجام دادم و هر کدوم رو به صورت شل با یک کش ماکارونی بستم. حالا هر کدوم از دسته ها رو از وسط باز میکنم و ادامهش رو از داخلش رد میکنم. دختر تمیزی صدف سرتون به این مرحله بستگی داره، پس خیلی با دقت انجام بدین که موها وز نشن.